من ریزش موی شدید دارم، چیکار کنم؟ الان بهت میگم. تار موهام نازک شده، چیکار کنم؟ الان بهت میگم. خواهرم کف سرش خالی شده، چیکار کنم؟ وایسا بهت میگم. اصلا الان میرم ماینوکسیدین میزنم. وایسا ببینم ماینوکسیدین میزنم. شما چه ریزش موی هورمونی داشته باشی، چه ارسی، چه تاره موهات نازک شده باشه یا اصلا کف سرت خالی شده باشه، من بهت یه دونه سرم معرفی میکنم که 4 هفته ازش استفاده بکنی موهای پرپشت‌تر از موهای خودم برات بسازه که سنگینیش روی سرت احساس بکنی. تمام مواد مغذی که موهات بهش نیاز داره رو بهت میرسونه. موهاتو کامل تغذیه رسانی میکنه، جلوگیری میکنه از ریزش موهات، بهت رویش مجدد میده و موهاتو به ضخامت میرسونه. کاملا ارگانیکه و بدون بازگشت. خودم هم ضمانتش میکنم. حالا اگه میخوای بدونی چه روغنی به درد تو میخوره، فقط کافیه بیان کلمه روغن رو زیر همین پست کامنت بکنی و قبلش هم پیج منو فالو داشته باشی تا بتونم بهت پیام بدم.